استاد آیا از نام میت قربانی کردن جایز باشد؟ بله جایز است. از نام میت قربانی کنید. اول از اگر نام شخص خود میکنید، بعد اضافتا اگر پول زیادتی داشته با از نام مثلا گذشتگانتان این قربانی از نام فلانی ابن فلانی از بسم الله الله اکبر گفته سرش میگیرید. خواهید اگر امکانیت داشته باشه همین با خویشاوندان همین میت، مثلا پدرتان باشد به دخترانش، پسرانش، به اکا و مثلا برادران و خواهرانش، به یار و دوستانش. پیامبر صلی الله علیه و قربانی میکردن، به دوگانه های خدیجه تقسیم میکردن. یعنی همچون مهربانی و همچون سیله به خدیجه، پیوست کردن علاقه به خدیجه. اونایی که با خدیجه رضی الله عنها یک بودن و همون دوگانه هاش قربانی را گسیل میکردن، گوشتش را. بنابراین اگر امکانیت داشته باشید از نام میت بله قربانی میکنید، 100% ثوابش میرسد.